سلام. تاریخ 15/2/2022 شاخص داو جونز بریم که داشته باشیم. خب اول روز که شروع شده یه سقف اینجا داشتیم، سقف مهم. قیمت اومده پایین، اینجا هیچ اوردری نمیگیریم، ولی خب این کف اینجا رو برای خودمون علامت میزنیم. اتفاق اولی که برام افتاده یه پین بار شکست این چنلی که من کشیدم. اولین پوزیشنمون رو میتونیم اینجا بگیریم که ریوارد 1 بهمون میده با توجه به اون استاپی که گذاشتیم اون پشت. دومین کاری که میکنیم اینه که میگیم این سطح برای ما بریک شده، این پول بکشه. پول بکش نفوذ کرده رفته بالا، کندل بعدیش میتونیم وارد بشیم کلوزش. ریوارد 2. بله، اگه اینو به این وصل کنیم خیلی شیک و مجلسی، این لو رو به این لو وصل کنیم، قیمت رفته بالا، به سطح خودمون رسیده. 1 2 3 4 5 6 5 تا 30 دقیقه بازی کرده، اومده پایین. هر جای اینجا اجازه داشتیم که وارد بشیم، یک ریوارد خوب دریافت کنیم. میتونستیم این دوتا رو با هم دیگه وصل کنیم به صورت خیلی دقیق، با بریک این خط چنل وارد بشیم. استاپمون رو، استاپ ناامنمون اینجا، استاپ امنمون اینجا بود. اگه ما می‌خواستیم تو اولین بریک وارد بشیم و این دوتا رو با هم دیگه وصل کنیم، اولین بریک اینجا بود، توی کلوز این یا کلوز کندل بعدیش یا کلوز کندل بعدیش یا کلوز کندل بعدیش، هر جای وارد می‌شدیم استاپمون رو 100% می‌ذاشتیم این پشت. اینجا خورده بالاترش، ریوارد 2 رو داده، اومده پایین. برای من از این ور یک الگو ساخته، از پایین شکسته، من میتونستم وارد شم. این سطح منو بریک کرده، بهش پول بک زده. من اینجا چیکار میکنم؟ وارد سل میشم. استاپمون بالا 1 2 اجازه بدید تا قبل اینکه بیاد اینجا استاپو بزنه. بله، 18 کندل، 18 تا 5 دقیقه‌ای داشته توی بالای این تری من بازی میکرده. 18 دقیقه، ببخشید میگم 18 دقیقه، 18 تا 5 دقیقه. اوکی، یعنی هولوشی 1 ساعت و نیم 2 ساعت داشته همینجوری برای من بازی میکرده. واقعا آدم احمقی بودم اگه معامله خودم رو خارج نمیکردم. اگرم استاپ میخوردم که دیگه استاپ رو خوردم. خب اینو میاریم اینجا، کف ما میشه این قسمت. اون سقف همچنان برای ما مهمه، این قسمت هم برای ما مهمه. بریک کرده، کندلش قوی بوده، کلوز همین میتونستیم وارد چیم استاپ بذاریم پشتش. اون نصب میکردیم الگوی اینجا تشکیل بشه، رفته بالا، استاپ میذاشتیم پشتش. اونم نه، میذاشتیم این خط چنل خیلی شیبدار. حالا اینو احتمالا نمیتونستیم بگیریم، عاقلانه هم نیست. میره بالا، قیمت گیر میکنه. قیمت که گیر میکنه اینجوری میاد پایین، دیگه میدونیم چیکار کنیم دیگه، یه همچین چیزی میکشیم. قیمت میاد پایین، از اینجا هم میاد پایین. چقدر طول میکشه؟ 5 10 15 20 25 دقیقه طول میکشه تا اینا رو به من بده. من چی میگم؟ من میگم من یا رو بریک وارد میشم. خب یعنی من رو به معاملم رو به بایه. چرا؟ چون یه همچین اسپایکی دارم. در چه صورتی رو به سله؟ در صورتی که سیگنال های سل بده، یعنی بیاد اینجا قیمت یه چیزی به من نشون بده که میخواسته بیاد پایین، که همینا میتونسته نشون دهنده باشه. ولی وقتی از این ور دوباره بلند شده رفته بالا، از این ور پین بار سیگنال بار زده، با این اومده پایین، باز دوباره این برای من نشونه بوده. این کلوز شده کندل بعدیش رفته بالا، خب من چیکار میکنم؟ بفهم. اینو میگیرم داخل تریدینگ رنج هم هستم. درسته گفتم تو تریدینگ رنج الگو نگیرید، ولی نگاه کن، شما 2 حالت داشت، 3 حالت ورود میکرد. یا اینجا میومد پایین میگفتی آقا این تریدینگ رنج رو میخواد کلوز کنه که تاییدیه نداشتی، وارد میشدی استاپ میخوردی. حالت اولش. حالت دومش،
یا شما میگفتین کف تریدینگ رنج اینجا وارد میشه، ریوارد دود میشد اونجا که تیپی میخوردی. حالت سومش اینو میکشیدی میگفتی آقا این بالا بریک کرده داره میره تا تریدینگ رنج، میگرفتی میذاشتی اینجا، حالا میگفتی شاید بیاد ریوارد دو من رو بده، نداد، من رو ریوارد یک رو این تریم یه جایی خارج میشدم، یا رو ریوارد یک، یا نه مثلا دیگه با خودت میگفتیم من صبر میکنم تا بره ریوارد دو بده یا بیاره استاپ بزنه که ریوارد دو رو میداده. پس یعنی تو هر جوری حساب میکردی اینجا داداشم باید بای میزدی یا سل میزدی یه حساب میخوردی که مسئله به اون صورت مهمی نیست. خب کانال برای من تشکیل داده، کانال رو شکونده من میتونم وارد شم، استاپ هم این پشت، ریوارد دو، ریوارد سه، اهمیتی نداره. بالا این دوباره برای من مهم میشه، میره پایین میبینم نرسیده به خط رو در نظر نگیرید. اینو بکشم پایین میبینم این نرسیده هنوز به سطح من، رسیده میتونیم حسابش کنیم. اومده پایین بریک هایی که کرده دقت داشته باشید، بریک کرده پول بک زده نفوذ نکرده، این سطح رو بریک کرده، این کندل بریک کرده چیزش نفوذ کرده، بعدی بریک کرده پول بک زده، پول بکش اومده اینو شیکونده، این رفته. ببین شما همینجا اگه سلر بودی که اینجا سل زده بودی و داشتی اینجا تیپیتو میگرفتی، بعد از اونم حق معامله نداشتی. موضوع بعدی این بوده که این تایم اخبار بوده، وقتی یه کندل اینجوری رفته بالا اومده پایین یه مسئله فاندامنتالی بوده، اما از لحاظ تکنیکالیش گفتم این داره میره با این داره پول بک میزنه، بریک کرده، قیمت ایستاده، انتظار اینو نداشتی چجوری میخواستی بگیری وقتی انتظارشو نداشتی؟ اما انتظار این سقفه رو داشتی که رفته بالا، اینجا پینبار زده، انتظار اینو داشتی که این هم تازه پینبارش چجوری بوده، حالت تریدینگ رنج تور بوده، به این صورت بوده پینبارش. خب انتظار این رو داشتی دیگه، انتظار اون رو نداشتی ولی انتظار این رو داشتی. یکی دیگه داده اومده اینجا شیکونده، حالا تو یا تو همین وارد میشدی که استاپ تگ میذاشتی بالاش هانت میشدی، یا سب میکردی داخل این استاپ تو میذاشتی بالای اون، ریوارد یکشو میومد بهت میداد. اینجا دیگه نباید انتظار ریوارد خیلی قولی داشته باشی که اینو میکشیم به این صورت. خب اومده پایین رفته بالا دوباره رسیده به سقف کار من یه همچین مثلا بذارید اوکی ترش همچین چیزی میبینم. خب کجا وارد میشم؟ باری کردم. ببین من یا رسیدم به سقف این دیدم قیمت بازی کرده، این بتو میکنم که این قرار بره پایین، استاپمو میذارم و پشت ریوارد دومو میگیرم، یا کی بت میکنم یا وقتی که این اومده اولین بریکشو انجام داده اینجا بریک کرده، خب کلوز این کندل وارد میشم، بازم استاپمو میذارم این پشت ریوارد یکمو میگیرم، رفته بالا اومده پایین، رفته بالا دوباره ریوارد یکو داده، یا سب میکنم الگوش کامل بشه، وقتی این اومده اینجوری برگشته اومده تو بریک ایون من کلوز میکنم این معامله‌مو با یک کم ضرر، سب میکنم ببینم تا کی قیمت تمیز میشه. قیمت اومده یه نزولی دو نزولی کلوز کرده، کلوز اینو وارد میشم استاپمو میذارم اون پشت، ریوارد دو منو با کلی داستان داده، یعنی رفته تو بریک اینتری. ولی اینجا خیلی قشنگتر بود که چه فکری میکردم، فکر تریدینگ رنج، نمیگفتم آقا اینجا تریدینگ رنج، این بالای تریدینگ رنج، این پایین تریدینگ رنج، ساعت آخرین ساعت های روز هم هست. بعد آخرین ساعت های روز هم هست،
این بالا می اومد من چیز میکردم به اصطلاح سل میزدم، پایین میومد بای میزدم استاپ ها. اگه این محدوده رو کل اینو مشخص کنم، مثلا یه چیز میانگین میذاشتم اینجا، یه دونش رو گرفتم، دومین بارشم دیگه حالا اون تیپی میداد، ولی خب یه دونش رو من میتونستم بگیرم. کلیپ امروز خیلی کوتاه شد، در حد 10 دقیقه، ولی همچنان مطالب حس میکنم مثلا مطالبش خیلی مطالب جالبی بود، یعنی احساس زیادی تو مطالبش بود و همین دیگه. امیدوارم که تو تریداتون موفق باشید. محمد ساجدی هستم، 15/2/2022، شاخص داو جونز و خدا نگهدار.